یه دقیقه وایسا. خوبم؟ بریم. امروز اومدیم پل طبیعت یه مصاحبه فیک و مردم بگیریم، جمله‌هاشون رو اشتباه ترجمه کنیم، ببینیم چه بلایی قرار سرمون بیارن. بریم. سلام علیکم. خوب هستی؟ صحبت می‌کنی با من؟ این درسته که مردم ایران درخواست از اسرائیل کرد که به ایران حمله کنه و ایران رو آزاد کنه. کی همچه حرفی زده؟ کدوم مردم؟ مردم ایران همچه درخواستی دارن؟ ابدا. مگه میشه مردم ایران بخوان از اسرائیل؟ کی از این خارجی میخواد بیاد داخل خونش؟ دروغ داداش. منطقی نیست، عاقلانه نیست. هذا الرجل تشهد في التصوير عاشق الصفت السخط لإسرائيل وعاشق نتنياهو. أريد أن إسرائيل حملة إلى الإيران وأريد أن نتنياهو تخريب كل طهران، تخريب كلهم مع سيوبين بوم بوم. هذا الرجل يقول أن كل إسرائيل متى حدث حملة إلى الإيران نحن معكم. أريد أن صلفي مع نتنياهو في طهران. ببخشید شما الان چی گفتی؟ من متوجه نشدم. گفتین عاشق اسرائیل؟ کی عاشق اسرائیله؟ من گفتم ما عاشق اسرائیلم؟ لا حبیبی لا من اینو نگفتم. هذا الرجل يقول في الإيران مشكلات فراوة، في الإسرائيل لا مشكلة. كل الرجال السياسيون بخمة والبشمك. وقيمة الدولار بالا بالا بالاتر. نه آقا این حرفا چیه؟ به چی میخوای بریزی؟ هذا الرجل تحت فشار الشکنجة في سجن الأوين، زندان الأوين. يتجاوز به في سجن الأوين. چرت و پرت داری میگی. نه من تو زندان اوین. من از اوین حرف زدم. بله. اصلا من تحت فشار شکنجه نیستم. چه جوری حرف میزنی؟ دوربین نبود یه جور دیگه باهات صحبت میکردم. از همینجا بندازمت پایین. یه لحظه صبر کن ببینم. آقا کی به اینا مجوز داده که بیان اینجا فیلم بگیرن؟ میخوام ببینم کی به شما اجازه داده که حرف منو یه چیز دیگه چرا داری ترجمه میکنی؟ چرا میگی تحت فشار شکنجه است؟ کذاب. أنا لا كذب، أنا الصادق. چرت و پرت داری میگی. اصبر. ما چه حرفی نزدم. هذا الرجل يقول أنا عاشق نتنياهو. صادق باش دوست من. وایسا صبر کن. نرو. خانم من فتا ایرانی ام بابا، بیا من عرب نیستم. اشرف شوخی کردم. آقا دم شما. نه اصلا دم نمیخواد بگی دم من گرد. برای چی حرف من اشتباه ترجمه کردی؟ خب یه آزمایش اجتماعی داشتم میسکاتو میگرفتم. اگه اینجا تو دهن منم میزدی دمت گرم بشه. ای بابا عربی چیز حالیمونه. من اصلا عربی صحبت که همه رو فارسی گفتم. حالا چرا عصبانی شدین؟ آخه ما که نیومدیم به اسرائیل بگیم که بیاد ایرانو بزنه. ما شاید داخل خونه مشکل داشته باشیم، مشکلات داخلی هم خودمون حل می‌کنیم، نیاز به عامل خارجی نداریم. چرا عصبی نشم؟ ما بختیاریا از وقتی بچه‌ایم برامون شاهنامه میخونن. از بچگی تو گوشمون خوندن که باید عاشقانه ایران رو دوست داشته باشی. میشه قطع کنی یه لحظه؟ سخته به در موردش حرف بزنم. وقتی در مورد ایران حرف بزنم همینجور